از بمب تزار چه می‌دانید؟ در اکتبر سال 1961 اتحاد جماهیر شوروی قدرتمندترین بمب هسته‌ای تاریخ را آزمایش کرد. خسارت ناشی از انفجار آن تا فاصله 160 کیلومتری احساس شد و نور انفجار تا 1000 کیلومتر دورتر هم دیده میشد. این بمب که تزار بمب نام داشت، بزرگترین سلاح هسته‌ای ساخته شده توسط بشر بود. امواج شوک آن باعث شکستن پنجره‌ها در فاصله 60 کیلومتری شدند. حرارت آن می‌توانست در فاصله 100 کیلومتری سوختگی درجه 3 ایجاد کند. قدرت انفجار آن 3000 برابر بیشتر از بمبی بود که روی هیروشیما افتاد. با وجود این قدرت ویرانگر هیچگاه در میدان جنگ استفاده نشد. هدف از ساخت آن نمایش قدرت شوروی و ارسال پیامی به غرب در دوران جنگ سرد بود. این بمب تنها یک بار آزمایش شد و به خوبی توانست پیام خود را منتقل کند.